سلام. امروز پنجشنبه است و من میخوام از صبح تا شب برم کتابخونه. اصولا روزایی که میرم کتابخونه نزدیک 200 تومن 200 خورده‌ای خرج ناهار و قهوه و اینجور چیزا میکنم. که این ماجرا نه برای بدنم خوبه و نه برای جیبم. به خاطر همین امروز تصمیم گرفتم چیزایی که میخوام و از خونه بردارم. اینم پارت تنقلات. بریم برای بقیه روز. جا داره یه تشکری بکنیم از خالق نون توست که انقدر کار آدم رو توی زندگی راحت کرد. مورد علاقه ترین آیتمم توی صبحونه بعد از گردو کره بادوم زمینیه. در کل من عاشق بادوم زمینی و کره بادوم زمینی و کلا هر چیزی که در جهان مربوط بشه بهش هستم. به خاطر شکر خیلی زیاد مربا کلا مربا نمیگیریم، ولی دیروز دید و دل خواست و منم این مربا رو گرفتم و واقعا قبول کنید که مربای آلبالو یه چیز دیگه است. قهوه‌ای هم که من درست میکنم خیلی ساده است. یه قاشق پودر قهوه فوری و شکر رو هم میزنم که یه همچین حالتی پیدا کنه. خیلی هم خوشمزه است. کتابخونه ها کلا چند مدلن، اونایی که هم یخچال دارن، هم گرمکن غذا دارن، هم هیچی ندارن یا هر دوشو دارن. و شما با توجه به اون کتابخونه‌ای که میرین باید ببینین که چه غذایی میتونین درست کنین، غذای سرد، غذای گرم، غذایی که خراب نشه و از این رو داستانا. منم تصمیم گرفتم که غذای سرد درست کنم واسه اینکه میذارمش توی یخچال و چیز خاصی به ذهنم نرسید و وقت و اینها میسر نبود. خاطر همین قارچ و مرغ و یه خورده خیارشور تصمیم گرفتم که با اینا یه ساندویچ درست کنم و نمیدونم که چطور قرار بشه. نمیدونم کسی تا حالا امتحانش کرده یا نه، ولی به نظر که اوکی میاد. هر جور ساندویچی که خودتون توی خونه درست کنین واقعا شرف داره به ساندویچ‌های بیرونی و سوپرمارکتی. پس مهم نیست حالا با هر چیزی که هست و اینا برای مدرسه یا برای کتابخونه یا برای کلاسای اضافتون ساندویچ درست کنین. خب
دیگه انگار وقت اون رسید که همه چیز رو جمع جور کنیم، آماده رفتن به جستجوی علم بشیم و البته دوری از خونه. مرسی که این ویدیو رو تماشا کردین، خیلی دوستتون دارم و تا ویدیو بعدی. خدا